بله خب متاسفانه در این لحظاتی که ارتباط صدای ما قطع شده بود، تیم پرسپولیس گل اول رو پذیرفت از تیم الاتحاد. عبدالمالک زیایا موفق شد گل برتری تیم میزبان رو به ثمر برسونه در پی یک سری پاسکاری قشنگ و مسابقه 1-0 میشه به نفع تیم الاتحاد. امیدوارم که در ادامه بازیکن پرسپولیس بتونن روحیه خودشون رو به دست بیارن. یک بار حرکت رو ببینیم، در عمق حرکت کردن. اتفاقای زیایی همین چند لحظه پیش داشتیم صحبت می‌کردیم، اشاره می‌کردن که مدافعان میانی پرسپولیس زیاد دارن جلو میرن، این کارو بازم تکرار کردند و ملاحظه می‌کنید که زیایا به این ترتیب ضربه‌اش رو زد و دروازه رحمان احمدی رو باز کرد. دروازه‌بان حسین بادامکی هم حضور داره، ببینیم کدومشون میزنن. زاره خودش توخیز کرده مستقیم بر قطب مدافعین و توی دروازه گل مساوی برای پرسپولیس. مازیار زاره هرچند که شانس آورد توپش تغییر مسیر داد، اما خیلی زود آب رفته رو به جوی برگردوند و آرامش رو به اردوی ما آورد. مبروک زاید فکرش هم نمی‌کرد که توپ اینطور تغییر مسیر بده. ببینید کاش میرفت اون اصلا این توپ که به طرز جالبی مسیر توپ رو برگشت داد سعود کبیری و باعث شد که توپ درون دروازه بره. تا کار نوشته میشه. یه موقعیت دیگه در حالت تک به تک و دیگه پنالتی و یه کارت زردن برای دروازه‌بان پرسپولیس رحمان احمدی. نیمه دوم رو خیلی در این حالت تک به تک خطا انجام شد و نونو اسیس بازیکن پرتغالی تیم الاتحاد پنالتی رو از دروازه‌بان ما نور حرکت میکنه در مساف با رحمان احمدی و توی دروازه در خلاف مسیر حرکت دروازه‌بان رو در دروازه جای میده. البته چند تا بازیکن زودتر حرکت کردن به درون محوطه جریمه، ولی داور مسابقه توجهی نمیکنه و گل رو میپذیره. پنالتی اعلام میشد ولی نشد. راجع به سال سابق خدمتتون عرض میکردم که در سال 99 در جام جهانی جوانان اولین حضورش بود. یک موقعیت برای بازیکنان تیم الاتحاد در منطقه جریمه و توی دروازه. گل سوم به ثمر میرسه. بازیکن تازه وارد راشد وحید پاس گل میده و به عقیده زیایا دیگه کار تمومه. 3-1 به نفع الاتحاد. بازیکن گل اول رو زده بود، گل سوم رو هم به ثمر میرسونه. تصویر آهسته رو هم خواهیم دید. احتمالا این حرکتی که انجام دادن در کنار زمین باید با جریمه روبرو بشه، چون این گونه موارد و نوشتن شعار روی پیراهن ممنوع شده در فوتبال. حتی اگر از بیرون هم بهشون پیراهن بدن میتونه محرومیت در پی داشته باشه. آفساید هم نبود. آقای میرزایی اگه دقت کرده باشیم میبینیم که هافکای دفاعی ما واقعا خونسا هستن.